هم کسی کمک می‌طلبم. صدا از این طرف اومد. زودتر دیدی؟ بفیده باید دیر نکنه. خدایا شرف دادا جون خوب است تر دارم. چشمانتان رو کشید. دادا جون آروم شو قربان آروم شو. همش خوب میشه. چشمانتان رو کشید. سر دارم به خدایت. دادا جون خودت رو از افتاده در حق خونه استراحت میکنی. چشمانتان رو کشید. خواهش میکنم. دادا جون التماس با هوشویه. دادا جون زودیوری تاجیل رو جیغ زدن لازم. چی شد؟ دادا جون نوربانو خدا را شکر که با ما هستی. سردارم خود را چطور حس میکنید؟ شکر کردی با ضربه یک دو بیت من میمونم. کنی دست البته نیست سردارم. بیهوش بدید من ترسیدم. ما فهمیدن میخوایم که در اینجا چه حادثه شده است که با ما جواب ندید. منور نگیرید منور نگیرید گفتم. نوربانو خوب هستی دختر؟ من خیلی سخت ترسیدم دادا جون. فکر کردم که شما رو از دست میدهم. نترس نوربانو نترس دخترم. صد شکر من خوبم. دادا جون انا همین طور عزیز خانم سردارمان رو زیر نظارت گرفتند. ما رو به احوال ناگواری گرفتار نمودید. دستی راست رو برداشته به دستی چپ زدید یا اینکه به ما نیز باور نمیکنید؟ چطور باور نکنم عزیز جانم؟ با پیکاس و با تاز با استخبارات رفتن بران را تنها من و خودی او میدونستیم. تنها به خاطر بی‌خطری بود. اما او در زیر نظارت است. چی می شود؟ چیکار میکنیم؟ دست و پایمان بسته شد. نترسید خانم، هیچ خواطر نشوید. هم دست و هم پایمان کشاده است. در درون بودن سردارمان مهم نیست. همه‌اش موافق نقشه های کشیده امان می شود. تا انتخابات قرارهای برآورده امان عملی خواهد شد. این انتخابات امکانیت آخرین است. اگر این را هم از دست دهیم سوخته خاکستر می شویم. جناب آقای برات آمدند. آنت درآید. خوب شده است. برات آمده است. صف شیطان هایتان زیاد شود. سلامت خوش آمدی برات من. خوب استید؟ خیلی خوشحالی آقای مینیک. باز به خونی کی دست دادی؟ خبرها خیلی خوبن برات جان. از بران خبری خوش رسید. چی میبرویم؟ نه اینقدر حالا نشده است. اگر لازم باشد بار دیگر به خدمات مخصوص هجوم کنیم، سردارمون را براریم. آنها چه حق دارند که او را در محبس نگاه می‌دارند؟ باید او را آزاد کنیم. نه به این حجت نیست. او را به این هم از خدمات مخصوص مثل موی از مسکه جدا کرده میبراریم. سردار ما از ما خواهش دیگری دارد. زودتر گوی. هر چه باشد اجرا میکنم. هیجان تو مرانه روی جوانی میدید برای جان خیمینش. سردارمان گفتند که در درون بودنش مهم نیست. ما باید دیگر عملیات ها را اجرا کنیم. هر تیری به خاطر دعوایمان پرانده شده آزادیمان می شود. کنی گبزن کجا را میترکانیم؟ سلاح‌های در باغ بلگراد پنهان کرده شده را میدانی؟ بله. بچه ها به درون درآیند. این بچه ها را گرفته به آنجا را. سلاح ها را گیر. با آدمان ضروری آنها را تقسیم کن. با آنها گوی که برای عملیات بزرگی آماده شوند. فهمو؟ عملیاتمون چگونه است نمیگویی؟ مرحمت. چطور؟ به بهای 5 میارزد. صبح این دولت چشمانش را به ترور میکشاید. این نقشه هم مال توست ها؟ کدامش از من نبود آخر. کنی سفسته را یک طرف گذاریم و هم از پس کار شود. رفته انباری در باغ بوده را برار. کنی با من بیاید. این بگاه کارمان کندن و گفتن می شود. هرچی فرمان دیه سردار.
کنی جنابون گذارید بیا آرزو بیا مندو رو به دام انداختم تا مرده او را نبینیم یگان نفرمون به راحت گشته نمیتوانیم. میخواهم جسدش را با چشمانم ببینم. تو با این کارهای خطرناک دخالت نکن آرزو جان. من بچه ها کارشون رو به آخر رسونند. ولی آرزو جانم این آدم خیلی خطرناک است. تو نرو. کیفیتی این فرصت رو از دست دادن نمیخواهم. هرچی باشد من رفتم. به شما برای کار. شبی خوش. آخر بگه پیما گوش که آرزو رفت. اون بازی با من کرده بلای جانم میشود آقای برات. ببخشید این دارو رو چند مرتبه باید استفاده کنم. میان دردم رو سر نمیدهد. با شما گفتم که صبح شام منوشید. سلام. مرحمت چی میخواهید؟ با من بین پخته و یود لازم است. یک دقیقه. در بالایشان طرز استفاده بردنشان رو نبیسید. فکر من پریشان است. احتیاط کنید اپا جان. باز داروها را آمیخته نکنید. این را صبح و شام منوشید. خطا نکنید وگرنه زهرآلود میشوید. زهرآلود میشود؟ اگر زیادتی نوشید به شما ضرر میرساند. این میتواند حتی جوانی با قوت را زهرآلود کند، بیهوش کند، حتی میکشد. خدا پناه دهد دادر جان. تشکر زیاد. سلامت باشید. یگان چیز دیگر میخواهید؟ نه تشکر. چند پول شد؟ 25 لیره. مرحمت. سلامت باشید. ببخشید دارویی که آن زن گرفتن بیبی من هم از همون دارو استعمال میکنند و من هم از همون دارو میدادید؟ خواهرم به دارو خط نمیشود. در اصل دارو خط نیز هست اما در خونه فراموش کردم. یک مرتبه به اون دید بیچاره بیبی هم بیمارند. مایلش این دفعه میدهم اما دفعه دیگر دارو خط رو فراموش نکن. فراموش نمیکنم. شما انسانی خوب هستید. بیبی هم در حقتون دعای خیر میکنند. جای کفترم اینجاست و بچه ها گوی بیل و کلند را بیارند. تمام. کنی بچه ها بیاید. من همینجا بوده است. بچه ها میبروید. بیل و کلند ها را گیرید. هوا خنک از زودتر باشید. هرچی زودتر کارمون را با آخر رسونیم. از پس من بیایید. زودتر. مردن میندو رو به نوار گیرم خوب می شود. هر وقتی که زیق شوم تماشا می کنم. سردارم شما رو با بیمارخانه بردن لازم. این طور نمیشه. لازم نیست. من خوبم. آخرین بار اول نیست. بهتر است گویید که از دکتر میترسید سردارم. بیا دادا با بیمارخانه رویم. دکتر شما رو معاینه کنه. لازم نیست پسر شیرم. آنقدر چیزی مهمی نیست. شبتون بخیر. خوش آمدی اپا. شام بخیر. داروها رو آوردم. من آب میارم. شما را من نگاه بین میکنم سردارم. خودم شما را طبابت میکنم. میگویم که یک بناس دکتر روم. چی میگوید؟
نه سردارم، اکنون از دستی من راهایی نمییابید. کو بچه ها جای عملیات جراحی را آماده کنید. زودتر آلپرین نرکوز را بیار. زودتر روان بیار بچه جان زودتر. آمادگیتان واسین کو؟ آخر من کم از نیستم کو. سردارم شما برای ما قدری بلند دارید. آخر شما سرداره. بله سردارم. این رو بینا نه با اون نگر. در دستت چیست نوربانو؟ مهم نیست، یک دارو. فهمیدم، اما چه خیل دارو است؟ برای خودم لازم بود، مهم نیست. دخترم چی در داری؟ شاید به نصب نه دادا. شما باید استراحت کنید. اگر لازم شود من او را میبرم. مرحمت سردارم. خوبم دادا جان، خواطر نشوید، کمی سرم درد کرد و خلاص. اینطور باشد. من یک با بخشتون برایم. خیلی وقت شد به این جهان آمدم، یاد کردم. راه سر گشت کن. آخر مثل من در جایگاه تو رو نبستم. این قدرش از حد زیاد می شود سردارم. اگر خواهی بله بی ساحر را. نه سردارم، من از نزد شما هیچگاه دور نمی روم. شما راحت باشید، من رفتم. مالش. سردارم بالشتتون چطور است؟ اگر خواهید کمی بالاتر گذارم. خوب است، تشکر. تو را زحمت دادم. این طور نگویید سردارم. اپا جان اگر خواهید شما هم کمی هوای تازه گیرید. من در نزد دادا می ایستم. تو باوری داری؟ بله بی تشویش. مایلش اگر یگون چیز لازم شد جیغ زن. مایلش جیغ میزنم. کمی بهتر شده دادا جان؟ آخر تو در نظم هستی کن. این زخم با من چی تاثیر کرده میتوانم؟ ای دادا جان. دادا جان چه روزهای را در اینجا پس سر کردیم. کاش آن روزها از نو برگردند. اپای هنر، رانا، کاش در همین جا باشد. باز با هم شوخی کنیم. میندو هم باشد. یعنی هر قدری که دوست به دوستش غضب میکند ما هم همان قدر به غضب بیاییم، اما در بری هم دیگر باشیم، یک جایه باشیم. باز ما شویم. محبت باشد، ما شویم. اما علفهای زهر پیشه که جدایی در بین نمانده باشد. زود از باغمان ریشه کن شوند، به حیات ما خلل وارد نسازند. یعنی شما هم کفتن رو سر کنید؟ مالش سر میکنیم اما چی منو دار؟ با من اعتراض میکنی ها؟ نه میخوام تو رو هوشدار کنم. تو چی ها میگوی ابله؟ با قفایت نگر. ای جوره خفه نشه، فرمان از بالا. شما سگ بچه های کی هستید ابله ها؟ گب زنید کجای نتون کیست؟ با ما بازی میکردیم این دو، باید نمیکردی.
کاش کمی زیادتر روشنی میشد. از اینجا اونقدر خوب نمی نماید. چی شد؟ قوت زود تمام شد آقای برات؟ گپ زن. برات حالا برات جر شده رفت. آفرین، کارو خوب انجام دادید. دستتون درد رو نبیند. صداقت به شما شرف ماست خانم آرزو. میلش سلاح ها رو گرفته روید. صبح چی کار کردن تو رو میدونید. خوب شده است خانم آرزو. کنی بچه ها زودتر سلاح ها رو برآوردن لازم. خوب شده. زودتر رفته. شاید تو رو گروینیدن لازم. نه، خوراکی حیوانانی وحشی شدنت بهتر است. گوشتت رو تیکه تیکه کرده تو رو تقسیم میکنم. این دختر برای چی با من زنگ میزند؟ لبای نوربانو. اپای ارزو در کجایید؟ در بیرونم، کمی کار دارم. تو در کجا؟ در خونه. شما نمی آیید؟ آخر خودت میدانی کو باید مرا پیش کرد. دیگر به اونجا نمی روم. ای اپا جون، من همین خواستم با شما در همین خصوص صحبت کنم. صبح یک جای صبحانه تیار میکنیم. نمیدونم. برای شما دستورخوانی خوب آماده میکنم. بابایم هم در خونه نمیشوند. با هم صحبت کرده در دیدن میکنیم. ها چی گفتید؟ من نمیدونم به تو چی طور فهموندند، اما من آدمی بد نیستم نوربانو. میدونم آخر همش رو خودتون به من میفهمونید. میخواهم حقیقت رو از شما شنوم. میلش جانم، اگر بابایت در خونه نباشد. نه در خونه نمیشوند. خواطر نشوید. میلش جانم، این طور باشد یگان چیز گرفته میآیم. صبح شما رو انتظار میشوم اپا جان. خواطر نشو. صبح در مینت یگان سوالی به جواب نمیموند. میدونم مرا به تو بد گفتن، اما من انسانی بد نیستم. با شما باور میکنم اپای ارزو. چگونه انسان بودنی شما رو من میدونم. خب این طور باشد صبح و میخوریم. تا بازدید. با طورش انسانی خوب بوده است. مگر خودت نگفتی که من هنر رو کشتم؟ بی نموسی درویه. من با تو چی کار کردنم رو میدونم. تو خواطر نشو. بیچاره کودک ها خیلی پریشان شدند. کاش این چیزهای بد رو فراموش کرده توانیم. انسان ها ماشین نیستند. همین طور زود فراموش کرده نمیتوانند. باز با من پیسخند میزنی. هر چی خواهی فکر کردن گیر. من تنها یک حالت انسانی را اشارت میکنم. انسان نباید همیشه در فکر گذشته بماند. باید از گذشته درس آموزد. یگید من از گذشته سبقی خوب گرفتم و دیگر از تو دور بودنم بهتر است لیلا. اگر از من دور گشتنت برایت بهتر باشد دور گرد. حیات میگذرد لیلا. اپای هنر نیستند. رعنا نیست. من دو گویا هست اما اصلا نیست. دیگر نه تو آدمی پیشتر هستی و نه من. هم همان آدمان دیگر هستیم. اکنون از هم دیگر فرق میکنیم. من آدمی دیگر نیستم.
балки ҳоло ҳам туро дӯст медорам ва ба хотири ту ҳар чӣ заруроят мекунам йигит. با جنگ جانکاه و خونی روبرو میشوی. اگر بر عوض جانم هم باشد میجنگم. اگر من میبودم به این جنگ وارد نمیشدم. چرا یگید؟ به جنگ داخل نشو که ضربه میخوری. آیا باری هم این حکمت را نشنیده ای؟ درای سردارم برای پرسش آماده ایم. خوش آمدی. گفتن نمیتوانم جنابی بران، چون که از تو چیزی خوشی امید ندارم. من هم خوش باشد گفتن نمیتوانم آقای مظهر، چون که از شما امید خوشی ندارم. لیکن از هم دیگر امید خوشی نداشتن همان مانع صحبتمون شده نمیتواند. شما صحبت میگویید اما این صحبت بیشتر به پرسش میل دارد آقای مظهر. باز چی میشد؟ صحبت خوش نداشتن همان را هر دویمان هم اعتراف کردیم. امید دارم هیچ نباشد چای یا قهوه پیشنهاد میکنی. یک پیاله چای نوشیم بعد صحبتمون رو دوام دهیم. چای آمد. خیره مسخره بازی نکن. اینها رو بینید. گروهت پر از مضحکه چی، اما خنده‌آور نیستند. با این شوخی‌های بی‌معنی هم تو رو میکشم برانی بزرگ. اکا چای شما رو در همینجا میمونم. شد خیری، کارت را تمام کرده باشی میتوانی برایی. مرحمت. خیری مایل شکمی برایم. بخیر است؟ به یگان جا دیر میمانید؟ من نه، باید رفیقانم به جایهای روند. خدای توبه، گویا به عیادت رفیقش آمده باشد، گویا به استخبارات او هجوم نکرده است. خدایا چقدر بی‌پرواست. خواطر نشو لیلا، کوشش دارد که ترسش را نهان دارد. از براحتی این خیل آدمان نفرتم می آید. حالا هم به دست رفتیدنشان نفهمیده است. همین که آقای مظهر زبانشان را باز کنند احوالش به تنگ می آید. بله همین طور است، لیکن براحتی او نشانه خیر نیست. دستورخون بکن بودی می نماید. هیچ چیز را نمی فهمد. پیش از آمدنش کاری اساسی را حل کنم. اینش هم شد. کنی بیا خانم آرزو، خوراک های برای دهانی تو موافق را آماده کردم. خوش آمده دپای آرزو. خوش باشی جانکم. چه حال داری؟ خوبم. چهرهت خندان می نماید. با کمک شما دپای آرزو، با کمک شما. چی طرف برای شما آماده کردم؟ شاهانه می نماید دستانت درد را نبیند. من هم چیزهای تیار آوردم. برای چی تشویش کشیده دپا جان؟ جانکم این طرف نگو، مگر این تشویش است؟ با فکرم گروس نشده ای دپا جان. حاضر من اینها رو جو بجا کنم؟ چای دم کنم؟ خیلی خوب می شود. دسترخوانی خوب اشتهایم را آورد. زهر زقومت شود. یگان چی گفتی جانم؟ زیتون گیره دپا جان. شما زیتون رو دوست می داشتید کو؟ البته.
انا اومدم. کنی مرحمت چای به شما پسند می اومده باشد؟ نوربانو به اپای ارزیش چای اومده کرده است مگر پسند نمی شده است؟ دستانت درد را نبینن نوربانو جان زحمت کشیدی. با اشتیای تو مپا جان با فکرم معقول شد. یگون چیز دیگر می خواهید؟ نه جانکم. خواهش اکنون سر کنیم. فکر کردم هیچ نمیپرسی. بخیر است؟ تو چه در داری؟ برای چی دم بدم به ساعت نگاه میکنی؟ تا به تو دستمان رسید اکنون با سمالیاتت پریده میرود مگر ها؟ تو خودت را کی می حسابی بچه جان؟ با هم از هر پالیس خوب و بد رو بازی میکنی. فکر میکنی با بلند کردن صدایت مرا میترسونی؟ چه من ترسیده مثل بلبل به سراییدن میدرایم. وقتی تو میرفتی من آماده ایستاده بودم یگید. شادم که تو را به غضب آورده توانستم. حالا به گپ هم در آورده میتوانم. این دیوارها پاش کردن مغزهای پوچ زیاده را دیدند. اگر مرا به گپ دراری چی فایده؟ اگر مثل بلبل سرایم فکر میکنی مانع عملیات ها شده میتوانی؟ با یک یا دوتاش مانع شده میتوانی، اما با سیوم چهارم پنجمش چطور مانع میشوی؟ اگر ما شده نتوانیم فرزندانمون میشوند، آنها هم نشوند فرزندان آنها مانع میشوند. اما برای تو و فکرهای بیمارت در این مملکت اجازت نمیدهند. تماما درست. خیر بگذار مرا در محبس میدارید، اما فکرهای من در بیرون است. و این چی میگویید؟ وجودی من که به 5 دنگه نمیارزد در دست شماست، اما دلم در بیرون فعالیت دارد. مثلا در بیرون دینامیت شده میترکد. به این چی میگویید؟ آن بمب را در سری تو میترکانم ابله. در سری تو. سردی او را کلویم را سرده. انا خدا به غضب آمدی که سردی او را یگید. سردارم اجازه دهید او را باقی کرده کشم. این سسماری زهردار را نیست کنم آقای مظهر. این طور مردن برای چنین آدمان تحفه می شود. مان زندگی کند و آینده درخشان دولت را دیده هر روز مردن گیرد. یگید او را رها کن میگویم. سرده گفتم. فکر کردم که تو هم به اون ثبتی ساخته باور کردی. خیلی ترسیدم. تمام شب خوابم نبرد. در بینمون یگون نفهمی نشود گفتم. نه اپا جان من به این باور نکردم. در اول کمی عصبانی شدم و بعدا همه این نیکی های در حقم کرده رو فکر کردم. همش گذشت. حقیقت رو فهمیدم. در این باره فکر نکنید. همش نیرنگی دادم است. میدانم تو دختری با عقل هستی. فکر کردم تو هم مثل سینون با من باور نمی کنی. باور کو سخت ترسیدم. گمان کردم تو همه رو نمی فهمی. این طور نگوید اپا جان. نخود از من همین رو انتظار شوید. گویا من از دامهای پلیس بیخبر باشم. بله چنانی که گفتم ثبت رو تنظیم کردن. تلفنی مرا گوش میکردن. کلمه های گفتم رو از هر کجا جمع کرده پی هم گذاشتن. با تکنولوژی امروز هر کار کردن ممکن است. یک آدمی بیگناه رو هم میتوانند قاتل برارند اپا جان. مگر باورم میآید که انسانی حلیم مثل من میتواند یگان شخص رو کشد؟ تو مرا میشناسی. مگر من قاتل بوده میتوانم؟ نوربانو حتی فکر کردن نمیتوانم. باز قاتلی مادری تو. چرا خیلی خوب کرده ای. آفرین کار آموخته ای. هرچی آموخته باشم از شما آموختم اپا جان. یک چیز گویم مظهر. گوشم به تو برام. برای بریدن دست و پای من دیر کردید. این جاندار به دردیتون نمیخورد. تو باور کردن نمیتوانی که من قاتل مادرت نیستم ها؟ چی شد نوربانو؟ چرا خاموشی؟ یا اینکه تو هم نه باور نمیکنم. تو خاموش شدی. فکر کردم که تو هم باور کردی. کاش که سینون هم حقیقت رو فهمد. فکر میکند که من دخترش رو کشتم. عقلم نمیگیرد چی طور او به این دم باور کرده است.
دیلتون به حضور شد. ببخش نوربانو. شاید بسیار خورده باشم. احوالتون خوب است؟ کمی چای نوشید میگذرد. یگون چیزی ناجای خورده باشم. نوربانو احوالم وزین شد ایستاده است. چرا نگاه کرده ایستاده ای نوربانو؟ دختر را دعوت کن. من برای تو تنها عزرائیل را جغ میزنم. نوربانو التماس میکنم با من کمک کن. فرمان رو من دادم. در ماشین بمب رو با فرمان من گذاشتن. هدف نجیب بود. دختر جغ زن التماس. بچه هم در پیش چشمان نمورد. نفهمی؟ با حکومت کردن نتوانستم. نمیفهمی نوربانو، با بردن مادرت من علاقه ندارم. چه خیل نداری؟ خودت فرمان دادی. آخر گفتم که ساخته بود. فکر کردی که ساخته است؟ گفتم مرا فیره میدی. تو قاتل. فرمانی کشتن آچم را تو دادی. بمب را تو گذاشتی. قاتل. نوربانو خطایی بزرگ میکنی. این چشمانی تو رو تا آخری حیاتم فراموش نمیکنم. نگاه آخرینت از چشمانی من نیست نمیشود. نوربانو، یا اینکه تو با من نگاه کار کردی. گمزن، با من چی کار کردی؟ آچم در پیش چشمانم پاره پاره شد. برای این داده بیچاره هم را گناهکار کردم. آچم را تو کشتی گفتم به دادم. گویا غمی آچم بس نبود که باش به دادم نفرت کردی. بناموسی اغلا. اما برای چی؟ این بابا رابطه ندارد نوربانو. برای چی؟ نمیفهمی؟ برای اون که در ماشین دادم بمب گذاشتی. برای اون که دادم را کشته خواستی ولی آچه مرد. این ساخته است نوربانو. التماس مفاد باور کن. حالا هم سبتی ساخته است میگویی. مرا به عقل گمان نکن. دیگر مرا فیره کرده نمیتوانی. قاتل. بگم نزن نوربانو. رفته یاری تنجیل را جیخزن. کمک کن. داریم بورا بد گپ بزنیم. سرده مرا. کمک کن. چیزی برای گپ زدن نمانده است. به خاطر تو از جایم نمیجنبم. در همین جا عذاب کشیدن مردنی تو را نگاه میکنم. من نمیمیرم نوربانو، اما اگر صحت شوم تو رو نیست میکنم. مرا هم مثل آشم نیست میکنی. قاتل. قاتل. اصلا من تو را حاضر نیست میکنم. در اینجا مردنی تو رو تماشا میکنم. قاتل. تو چی مقصد داری ابله؟ برای چی همیشه به ساعتت نگاه میکنی؟ تو از پای چی هستی گبزن؟ از پسی تو هم یگید، از پسی تو هم مظهر، از پسی تو هم نجیب، از پسی تو هم ملیکه، از پسی همتون هستم. در جایی که من باشم شما باید نباشید. التماس کمک کن. التجا میکنم. بهوده التجا میکنی؟ چی طبره که تو آجم را کشته من هم تو را همین طور میکشم. تو قاتل نمیشوی. به من کمک میکنی. کمک میکنی. کمک میکنی. نمیکنم. در همینجا مردنت را تماشا میکنم.
اگر با من یا با چیز شود تو رو میکشم. سرده بگویم نرس با من قاتل. رام میگویم راگرد کنی زودتر زودتر میگم نمیشنوی. کسی از جایش نجنبد. داری خبر رو کشوان. اینها کیه های؟ زودتر میگویم. پیش دارم. چی میخواهند از ما؟ جهت نجوم. اگر مرده نخواهی سلاحت را ده. ما این افغانز را به خاطر آزادی کردستان بازداشته ایم. کسی از جای جبر میسپرانیم. برای شما را آزاد کردنمان از حکومت یک خواهش داریم تا اجرا شدن خواهش هایمان. هر ساعت از بین شما یک دهتان را میکشیم. اگر مرد باشی بیا یک به یک میزنید. اگر توانی در جنگ مرا بکش. از این کلگپ هم از سر شده کار باشد انا به تو. سرداران بیایید حرکت کنیم. گاز را پخش شد. راست رفتن گیر. من راه را نشان میدیم. نوربان التماس تو خطا میکنی. من کاری نکردم. من کمک کن. با تو شیطان کمک کنن قاتل. جنونه که آچم را کشید تو هم مرد. فکر میکنید که کار را حل کرده اید، اما کار نو آغاز می شود. مظهر چی گفتن میخوای؟ روی راست گپ زن. گفتنی هم که بازی نو سر شد. قرطه ها نو تقسیم کرده شدند، اما قرطه های تو خوب نیستند. کنی فرایت. زودتر پیش درا. زودتر. کامera آماده است؟ بله سردار. به نوار میگیرد؟ بله سردارم. پخش مستقیم است؟ بله. تماشابینان گرامی، با یک خبری عجیبی با شما همراه میشویم. نواری که حاضر با شما نشان میدیم در دیگر شبکه تلویزیونی دیده نمیتوانید. لطفاً با دقت تماشا کنید. به سخنهای من با دقت گوش کنید. این یگان نوار شوخی آمیزی نیست. با این نوار میخواهم اعتراض بیان کنم. اگر تهدیدهایت به آخر رسیده باشد بیا کارمون رو دوام دهیم. بعد از 2 ثانیه
آقای مصعب اکایگید زود با من بیایید. در تلویزیون چیزی عجیبی را نشان میدهد. چیگه؟ من فکرم فیلمی عجیبی سر شده است. شما تماشا کنید، من یک چای نوشم، بعدتر صحبت را دوام میدهیم. بیایید آقای مصعب. رفتیم سردار. زودتر اما در این جزی به این طرف جویان اسیر ماست. اگر خواهش ما را اجرا نکنید هر ساعت یک تایشان را کشته در کنار استانبول میپرتایم. ما باور میکنیم که حکومت برای خلاص نمودنی جانی این دانشجویان خواهش ما را بجا میآورد. یکم باید سردارمان زودتر آزاد شوند. دویم مانعهای انتخابات باید برداشته شوند. معلوم می شود که نقشه سیاهی بران همین بوده سردار. با زبان مادری گذرانده شود. یعنی این بازی نمی بران است. اگر خواهشهایمان اجرا نشوند هر ساعت یک نفرشان را میکشیم. باید هرچه زودتر خدا جزایش را دهد. پلیس ها را میکشند. این سرود دلاشوب را کی می سراید؟ چی؟ آوازی من را نشناختی؟ من می سرایم. سربیناز بسیار عالی جناب. تو آوازت را احتیاط نمیکنی در این برف در این خنکی. تکا به سراینده نفسی تازه و صدای فارم می بخشد. من همه شما را به کنسرت خود دعوت می نمایم. تنها یک روز و تنها برای شما 1 مای ساعت 14 در کاخی بوربد کنسرت سراینده خوش‌آوازی انسامبل سپر سرویناز یوسفی با نام 1001 شب برگزار می‌گردد. مرحبا با ایدی زیبایی. من انتظار شمایم. سربیناز صبر کن. تو معرفی من رو فراموش کردی. تو رو محض خودی من روز کنسرت معرفی میکنم. کزولای خاک چه مجنون یار لیلا در دیاری من. اگر از مقامات های دولتی یگان نماینده برآمده سخن نکند بین هر 1 ساعت 1 نفر کشته می شود. باوریم نمیاد همه رو میکشند. اگر یگان کاری نکنید همه رو میکشند. اگر با جدی بودنی من مرا ظاهر کنید پس تماشا کنید. وای چی کار میکند؟ نه هرگز این کارو نکن. آخرین سخنت همین است؟ نه با شرافتی تو شهید میشوم. بهتری خوبی رو با من میکنی. نباشد پدرود. باوریم نمیآید او رو کشتن. یگان چاره جویید. مرا خوب گوشنید. این آدم ها رو پاره کرده جسد آنها را به این تپه استانبول بپرتایم. حیوان های احمق. میدانست وای بیشرف میدانست که چنین میشود. کی؟ بران نام بیشرفی پلید برای همین اینقدر به ساعتش نگاه میکرد. ابای ارزو خدای من چی کار کردم؟
التماس بیدار شویم. اپا در اینجا چی گپ شد؟ اپا با این زن چی شد؟ تو با او یگان کار کردی؟ برای نجات دادن دیگر آدم ها 1 ساعت وقتی دیگر دارید. اگر یگان جواب شما نگیریم باز یک شخص دیگر رو میکشن. حیوان ها، بیشرف ها، همه شما رو پاره میکنم. حرامی ها. یگید اینجا بیا. کجا میروی؟ باز با کجا راه داخل؟ به نزد برون میرود. رازیل تو میدونستی ها؟ همین خیلی میدونستی؟ تو فرمان دادی ها؟ گبزن تو را پورا میکنم. گبزن میگویم رازیل، گبزن بیرسک و تو میگویم گبزن تو فرمان دادی. گبزن تو را پورا میکنم. گبزن میگویم پلید. گبزن سرده مرا خیریخ من خلال نرسان. گبزن میگویم پلید. گبزن حرامی تو را پورا میکنم. گبزن پلید. باز کن یگید. رازیل تو میدونستی ها؟ همین خیلی میدونستی؟ الپرین یوریده باید او رو با بیمارخانه بریم. با تو میگویم با او چی شد اپا؟ بس کن سوال دهی رو با من یوریده. ما او را با یگان جا برده نمیتوانیم. باید او را با بیمارخانه بریم نباشد میمورد. خیلی وزمین است او را برداشته نمیتوانیم. یاری تجلی جیغ زنیم. با تو چی شد اپای ارزو؟ من به دادم زنگ میزنم. زودتر زنگ زن. خوب استی؟ چهرت سرخ شده است. جواب این کارت را میدی. این را بینید باز برای تهدید هم میکند. باز تهدید هم میکند. حاضر من تو را پورا میکنم. پیرسکی زنین. او را با بیرون برارید. میکشم. این بیشرف رو میکشم. آخر چرا شما نگذاشتید که من جزای این پلید را دهم؟ جوانان بیگناه رو در آنجا میکشند. شرم و حیا نکرده باز به ما نمایش هم میدهند. گویا که من قصد کشتن آن نابکار را نمیخواسته باشم. آیا او بمیرد جوانان نجات بیابند؟ خودت را به دست گیر. در حال مکانی آن جوانان را یافتن همان لازم. مرا فهمیدی؟ نجات دادن جوانان وابسته به ما میباشد. آنها را صحت و سلامت نجات داده به نزد خانوادگانشان برگردانیدن وابسته به من و تو میباشد. کنی حالا خودت را به دست گیر. یکی سردارم با کدام رو به این کارها دست میزنند؟ چه خیل میکنند. بزرگان ما فرمودند که کسی که از خدا نمیترسد از او بیترس. همه اینها از طایفه گروهی همان شخصان میباشند. خوب زودتر خودت را به دست گیر. برای نجات دادن آنها از پی کار میشویم. چی شد پسرم؟ دادا زود به خونه بابایم بیایید. حال آمدن نمیتوانم. کاری ضرور است دادا. حال آمدن نمیتوانم. در اینجا کارها خوب نیستن. چی شد گبزن؟ دادا چه خیل گفتنم رو نمیدونم. گوش کن پسرم، در اینجا کار مهم دارم. میفهمی؟ من بعدتر زنگ میزنم. ای خاموش کرد. در بالو موندیم. الپرین اگر یگان چوره نه اندیشیم این زن مرده میرود. زودتر شد. اپا با سرمون بلا آوردی. دادم زنگ میزند. پسرم کنی گبزن؟ دادم و با بیمارخونه میرویم. چرا؟ آیا با اپا دیگان حادثه رخ داد؟ نه احوال اپای ارزو بد شده است. مایلش ببرید. دادا حادثه رخ داد. با اپای ارزو چیزی شده است. چه چیزی شده است؟ ای دادا بیاید من نمیدونم. مایلش حاضر میآیم. دادم چی گفتند؟ گفت که حاضر میآیم.
بچه ها اینجا چی گپ هست؟ آرزو؟ با او چی شد؟ بابا او را در حال به بیمارخانه بردن لازم. با او چی شد پسرم؟ با اپام جنگ کردن. آیا تو با او اون کار کردی نوربانو؟ زهر خورد است بابا. زهر؟ خدا این چه خیل شد؟ ای کاری شدگی شد بابا. باید او را به بیمارخانه بریم. زودتر به ماشین سوار شوید. این را به من ده. زودتر سوار شوید. نمرده است لیکن احوالش هم خوب نیست. یاری تاجری جزنم. تا ماشین یاری تاجری میاد که والا کمی میرد. بهترش یگان ماشین را از راه گیریم. پسرم بخشیش تو را از کار باران ماند تا به اینجا سرگردان کرده. هیچ کم نیاکه. در تمام کارهای خداوند یک حکمت وجود دارد. آمدنی ما هم به اینجا البته یکم خیلی حکمت دارد. به خدا که راست گفتی. آفرین. آیا شما قبلا در استخبارات کار کرده بودید؟ چی گفتی پسرم؟ شما را در کجای دیده بودم اما گویا که قد و قامتتان دراز شده است. آیا چشمان شما اول کبود بود؟ نه پسرم. این را از کجا برآوردی؟ ساختار ما همین خیل می باشد. از همه شبهه میکنیم. این قانون استخبارات می باشد. امک شبهه کردن از مورچه که میگذرد شبهه میکنیم. این خیل نباشد ما را سوء استفاده میکنند. چندین جوانان را استفاده بردند. آیا میدانید که مقصد اساسی سوءقصد علیه اشرف بیتلی امک خم شوید امک خم شوید. نترس پسرم. این محمد شکارچی است. به شکار برآمد است. برادر یک شخص زخمدار است. کمک کن تو رو با بیمارخانه ببریم. مالش شکر میبریم. علی زود بیار. این برات کو. قربان خدا شوم. میدونستم که مرا برای چیز اینجا روان کرده است. او را سوار کنید. زودتر اینجا انا همین امک جان شما خودتون میروید؟ میروم. ایست پولت را دیان یک دقیقه. نماند امک جان. پول لازم نیست. خیر راهی سکن. فهما به همه خبر دادید؟ به دیگران نیز خبر دهید.
کوچکترین معلومات به ما مفید است. بچه ها حالا مرا گوش کنید. وقتی که آنها به ما دادن کم مانده است. باید یگان راه یابیم که مکان جوانان رو یابیم. با مشاور گپ زدم. میگوید که اصلا داد و گریفت نخواهیم کرد. اما اگر خواهیم برای وقت را برد کردن برآمد میکنند. یعنی همه کار را به دو شمال پرداختن همین خیل؟ عیناً همین خیل. چنانی که میدانید همه ای کار وابسته به ماست. عاطف، نوارهای مکان این آدم ها را از نظر گذاران. شاید یگان چیزی پیدا شود. خوب شده صد دارم، در حال میبینم. پخش نمایش زیر نظارت است خیری؟ بله. حتی برای قطع کردن با شبکه‌های تلویزیونی نیز گپ زدیم. صداها را نیز از سنجش گذرانید. شاید در نزدیکی آنها یگان راهروی قطاره یا اینکه یگان چیزی دیگر پیدا شود. این کار را هم میکنم سردارم. یگان چیزی یافتم در حال به شما خبر میرسانم. بعضی از عائله‌های جوانان در نزد بینای امنیت جمع شدن سردارم. چی کار کنیم سردارم؟ در یک جای ایستاده ایم، گویا دست و پایمان بسته است. یگان کاری کرده نمیتوانیم. باز آنها را نشان میدهند. وقتی که به شما داده بودیم به پایان میرسند. تا حال یگان شخص برآمد نکرد. اگر خواهید که این جوانان نمورند درخواست ما را به جا بیارید، نباشد جوابگویی مرگ این جوانان مقامات جمهوری. زودتر آتیف، زودتر جای آنها را زودتر یاب آتیف، زودتر. بخیر است نجیب. آیا یگان مشکلی دیگر داری؟ کودکان در بیمارخانه می باشند. با سرشون چی دردی آمده است؟ اما سردارم روید، آخر چرا می ایستید؟ اینجا رو در این حالت مونده چخیر می روند. تا وقتی که عاطف و خیری انبار رو معین میکنند مجبوریم در اینجا منتظر شویم. اگر یگان خبر شد به تو میرسانم. تو بیرو، کودک ها رو تنها نگذار. روید سردارم، روید. به گفتی آقای مظهر اگر یگان چیز معلوم شود به شما در حال خبر میدهیم. میلش نباشد از شما منتظر خبر میشه. برای کار سردارم. من با بران گپ میزنم. یگید تو در اینجا بمون. تو میتوانی بروی. سردارم. آقای بران، از کودکان بیچاره بیگناه چی میخواهی؟ آدم هایت میگویند که باز یک جوان دیگر را میکشیم. چیزی که میدانی در حال گپ زن. اگر این کاری کرده ات را من اثبات کنم به تو اقرار نشوی، تو را پیش از زیگیت خودم میکشم. اگر خواهید جوانان نجات یابند گفته آنها را عملی کنید. درخواست آنها را نمیدانم، اما اگر من میشدم بدون یگان شرط قبول میکردم. تو از من دیده خوبتر میدانی که قبول کردن این کار غیر امکان میباشد. نباشد جوانان با گناه شما میمیرند، با گناه من نه. مرا گوش کن. بران هستی، بلا هستی. کسی که باشی نباشی، اگر یک جوان دیگر مرد من دیوانه شده جانی تو را خودم میگیرم. فهمیدی؟ با دست خودم تو را میکشم. کسی تو را از دست من خلاص کرده نمیتواند. فهمیدی؟ مرا گوش کن. اگر اینجا قرار استیم همه امان رو میکشند. چیکار میکنیم؟ آیا یگام نقشه داری؟ به این هم علاجی نداریم. خاموش استید. با من این طور نگاه نکن. مردنش زنید این زنه. برانم آمد یک طرف ایسته هم یک طرف رو ایستا. این نقشه تو بود ها؟ شبید
ایستا زنده بودن آنها به ما لازم. یک آدمی ما را کشت، میکشم او را. باید با دقت میشد. وقت که تمام شد نوبتی تو میشود. کنی بینیم وقتی که تو رو میکشم پدر و مادرت تو را دیده چی کار میکنند؟ شما پسترین حیوانهای رزیلید. مرا شنیدید؟ حرامی های نابکار. چی کاری که میخواهید کردن گیرید؟ بدنش زهرآلود است. بله زهرآلود شده. این چه خیل شد؟ دارو خورده بود. خودکشی کرده است. نمیدونم. بله. مایلش در اینجا انتظار شوید. بله. کنی اینجا بیاید. نوربانو کنی پر را فهمان که چی شد؟ چرا آرزو قصد خودکشی کرده است؟ بابا اصلا چونی نیست. گریه نکن، درست تر فهمان. داروها رو من با او دادم برای کشتنش. به درونی چای انداختم. چی ها میگوی اپا؟ دیوانه شده ای؟ بابا خودم را داشته نتوانستم. پشیمانم. آخر او آجم را کشته است. آجم را کشته است؟ چی شده است؟ من در کجا هستم؟ در بیمارخانه می باشی. از جنگل شکارچیان تو را یافتند. و تو چی شد؟ در خاطر داری؟ نه. در بدنتان پی زخم است. یگان کس شما را زد؟ با من یگان چیز نشده است. شاید افتیده باشم. با چون این کارها من عادت کرده. ایسته. حاضر. اکا خوب هستی؟ تو کیستی؟ نکه من تشکین. بیمار را مانده نکنید. شما را بدتر به بیمارخانه مرکزی روان میکنیم. خوب شده است. اکای میمدو تو برای ما لازمه باشی. تو نامی ما را از کجا میدونی؟ اکا تو آدمی ما میباشی. تو رو میشناسم. با دیگر آدم ها همکاری میکنی اما اصلا تو آدمی خوب میباشی. من در یک نظر کردن میفهمم. تو رو کی روان کرد؟ یگان کس روان نکرد. اکای میمدو نخیر تو باید خوب روی. یک طرفی است. اکای میمدو استوب. از اول من او را دوست نمی‌داشتم. انشالله مرده نابود میشود. هر دوتون ما را خوب گوش کنید. اگر دکتر فهمد که تو قصد کشتن او را کرده ای یا اینکه آرزو خودش به گپ درآید پس حیات تو می سوزد. فهمیدی؟ پلیس تو را همچون پرونده جنایتکار دستگیر میکند. پس نجات نمییابی. اگر پلیس آمده چی بودن حادثه را پرسان کند آخر من این کارو کردم. قصد اوچم رو گرفتم. تو یگان کار نکرده ای. فهمیدی؟ وقتی که تو به خانه آمدی او در آشخانه خوابیده بود و در حال به من زنگ زدی. پس من آمدم. دخترم را از دست دادم. تو را از دست دادن نمیخواهم. سخنهای مرا در یاد بگیرید. لازم شود میگویم که من کردم اما اجازت نمیدیم که تو حبس شده حیاتت را سوزانی. در تمام این کارهای زشت مثل تو من هم گناهگار می باشم. خیشانی بیمار شمایید؟ بله مرحمت. بر شما یک دو سوال دارم. اکای میمدو چی کار میکنی؟
کلیتایت رو ده. آقا کجای رفتنی باشی من تو رو میبرم. کلیتایت رو ده گفتم. آقا بیا من های میکنم. به اینم سرت ویرون است. سر من سر تو ویرون است. خدایا با من یکم کمک کن. چی کار کردنم رو نمیدانم. آها یافتم. هرگز دزدی نمیکنم. قرض میگیرم باز پس میارم. از این دنیا حق بنده را خورده رفتن علامت خوب ندارد. برای همین کمی قرض میگیرم باز پس میارم. خیلی که گفتم مدتی دراز او بیماری عصبی داشت. یک دو مراتبه دیگر قصد خود را کشتن کرد اما ما مانع او شدیم. این مراتبه باشد در تنهایی دارو خورد. خدا را شکر که نبیرم او را یافت. یگام دکتری عصب او را معالجه میکرد؟ نه نمیکرد. پس چرا او را به نزد طبیب نبردید؟ آخر عصبی او بیمار است. چنانه که میدانید زنها در این موضوع احساساتی می باشند. بسیار مجبور کردم اما خودش نخواست. میبخشید. دادا چی شد دخترم؟ خوب هستی؟ احوال ارزو چه است؟ او رو تبوبه دارند. انشالله زیاد می شود. بخیر است؟ بله سردارم. یک دو سوال دادم. اگر یگام خبر شود به شما میرسونم. مالش برای کار. تشکر سردارم. خوش چی شده است؟ نپرس نجیب. آرزو قصد خودش را کشتن کرد. نخواد. آرزویی که من میدانم حیات را بسیار دوست میداشت. آنقدر به خودکشان امانتی نداشت. اشیا چی شده است؟ شما هم برای اپای آرزویتون غمگین مینمایید. آرزو را نوربانو یافته است. او را یک جای به بیمارخانه آوردند. اینها مشقت زیاد کشیدند. هر دویشان بسیار ترسیدند. نجیب بچه ها همه خیل است؟ از شما میپرسم. بله دادا. و فکر من این خیل نشده است اما خیر مالش و زودی معلوم می شود. انتظار می شویم و می بینیم. وقتی داده شده تمام شد. از شما کسی سخن نکرد. و فکرت آنها چند نفرن نیازی؟ نمیدونم. از اینجا تنها 7 نفری می نمایند. اکا یافتیم. اکا یافتیم. چرا یافتید؟ انبار است یا تخانه؟ اکا جان. بله. شیرک من تو رفته با آقای مظهر خبر دیم. زودتر رفتیم. آقای مظهر خبر میدیم. آقای مظهر مکان سوی خدشان را یافتند. در کجا بوده است؟ وقتی که از علمدار میگذره در راه شله در یک انبار تخانه. بسیار خوب. پس چرا میایستید؟ زودتر میرویم نیازی. خیری زودتر میرویم. آماده ایم میرویم. به نجیب سردار خبر نمیدیم؟ البته که خبر میدیم. زودتر شوید. زودتر. آیا امین هستید که یگان چیز را از من پنهان نکرده اید؟ نجیب با تو گپ دارم. چی گپی داری بگو. شاید کودکان هم یگان سخن کنند. کودکان را همراه نکن. بیا در تنهایی سخن کنیم.
و تو گفتم درم اینجا گرزم. بله رفیقان. 1 2 3 خیری. بله کار میکند. فهمیدم. بچه یارو خود را گیر. بله رفیقان، کوشش کنید که به یگان خطاگی راه ندهید. باید آنها را طوری نجات دهیم که یگان ضرری نبینند. برای همین چقدر با احتیاط باشید. رفتیم. خداوند یار و مددگارتان. آمین. این قدر آدم یک رو بدهی نجیب. آخر بیا گفتم. مرا خوب گوش کن نجیب. تو داماد من می باشی. اکنون فهمیدی؟ میدانم که در حق تو بسیار ناحقی کردم. این سخنرانیت به من آنقدر معقول نشد. خیر میلش، گپ را دراز نمی کنم. آرزو داروها را خودش خورده بود. لیکن من این خیل گمان نمی کنم. یک مرتبه این خیل قبول کن. مرا فهمیدیم. از برای زنت، از برای دخترت این خیل قبول کن. تو چی گفتن میخوایی؟ اگر خواهی مرا دستگیر کرده بود. و من راستشو گپ زن. مثل تخمین کرده من شد. چیزی که تخمین میکنی باوری دارم که تقریبا همین خیل است. اگر مثل تخمین کرده من باشد مرا میشناسی. خاطر یگان کس را نمیبینم. مرا گوش کن. اگر در رویم نیز توف کنی حق داری. اگر مرا زیر پارت گرفته پاره کنی یگان اعتراض نمی کنم. من خطای بزرگی کردم. خطای بزرگترینم این که تو را گوش نکردم. یک خیل چیزها را نو میفهمم. کار نوربانو هم به خطاگی من شد. از برای من شده تمام بلا بسرت آمد. حضور شما را ویران کردم. عائله شما را پراکنده کردم. من به مثل تو پدر دلسوز ندیدم. پدری که برای فرزندانش دیوانه می شود ندیدم. اکنون فرزندانت را گیر. من لایق آنها نیستم. مرا ببخش. بچه ها اکنون هر دوتان به خانه‌تان برگردید. راست میگویید؟ بله. هرگز پدرتان را غمگین نکنید. قدر و قیمت او را دانید. فهمیدین نوربانو؟ فهمیدم بابا. به خدا مرا در حیرت آوردی آقای سینان. چه گفتنم را نمیدانم. حضور میخوام. سر مهم است. لبه گیت. سردارم جای واقعه را یافتیم. در کجا بوده است؟ در راه شیله. با شما در راه میخوریم. مالش من در حال میآیم. آنها همراه تو ایستند. من یک کار مهم دارم. باید بروم. حتما بروم. مالش نگران نباش. برای کار داده. تو بازی. خیر داده. اگر یگان پیشروی آیده آرزو شد به من خبر دهید. شاد باش نجیب. کیگیت تلفنت را بردار تلفنت را. نوبت شما میرسد. خمش را نخورید. پیوست شوید. کمی بعد پیوست میشوید. بعد 10 دقیقه وقتتان تمام میشود. اگر یگان کس به سوال ما پاسخ ندهد رفیقانتان کشته میشوند.
دریا آب و یک ذره خاکه از همه داغ‌ها و به لباس‌های شما جلو می‌بخشد. شیخ در پاکیزگیش گپ نیست، گرچین نکت‌های گلاست. بافی انتخاب زیاد است و طب نازک. بافی انتخاب انیق است و درست. اینها نه تنها خاکه، همچنین محصولات ایمایی نیز دارند. اگر خواهید که زندگیتان مثل من شیرین و گوارا گذارد، پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلیم را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985 88 90 90 زنگ زنید. الو سلام علیکم. شرکت قنادی آزلیم؟ بله خودش. همون بایدتون دیدم، رکلامتون دیدم، میگم همین قندو در حقیقت بود ازتان. بله هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم میگم شوخی نکنید. شنیدن کی بود مانند دیدن. هر سلامت باشید برادر. شنیدن کی بود مانند چشیدن. این رو رفته دیدن در Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ата – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини. Маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ата. Самое сладкое удовольствие.